سلام علیکم بردارو این کانال انتخاب تجربه باشد اینک ویدیوی نو پیشکش شما میکردم. در آفریقا در بوروندی زندگی میکنه ای همه کلان آدمخوری همین زمانه ای همه کلان نیلسکی کراکودیل ممکن در آفریقا ای همه کلانترین به شمار برود. وزنش 1 تن در ارزش باشد زیاده از 6 متر زیاد می باشد. تاج درباره این حتی کینور هم کردگی هم. به حسابات مردم زیاده از 300 نفر را به قتل رساندگی است. نه که چنونی میگن تنها میکشه و نمیخوره. شخصانی که به چنگ کراکودیل میغلطند و او را حتما مییابند و برده گور میکنند. به همین سبب مردم آفریقا ای را آدم کش میشمارند نه اینکه آدم خور. دوستوف یعنی کراکودیل بسیار عمر زیاد دیدگی است. در 2014 کراکودیل 70 ساله شده است. چند بارا اخوانیکا خواستند کراکودیل را به قتل رسانند. حتی چند سالا این کار را دوام دادند اما به قتل رساندن نتونستند. حتی با کلاشنیکوف هم در تن کراکودیل تیر خالی کردند. مردم حتی کراکودیل را شناخته کردند از پایهای تیرهای در بدنش خوردگی. و 2002 سال خواستند کراکودیل را دستگیر کنند. قبخان را آورده خاو کردند. کراکودیل قبخانشان را شکست. چند بارها خبرها می آمدند که کراکودیل را به قتل رساندند. حتی مردم آفریقا جمع شده با کراکودیل صورت گرفته و در اینترنت ها پخش کردند. بعد معین کردند که این همه دروغ بوده است و 2008 سال جای کراکودیل را معین کردند و گفتند که این وحشی تا حال زنده است. به همین سبب آبازی کردن در همین آب اجازه نیست. به همین ویدیو با آخر رسید. برادران فکری خودتان را حتما در کامنت نویسید و لایک و پادکست را